80% مدیرا این موضوع رو نادیده میگیرن که بزرگترین سرعتگیر سازمان نه کارمنده، نه بازار ضعیفه، نه حتی ابزارا. بزرگترین مانع سازمان خود مدیران. مدیری که برای هر تصمیم کوچیکی تایید میخواد، مدیری که تفویض بلد نیست، مدیری که از تغییر میترسه، یا حتی مدیری که همه رو کنترل میکنه داره سازمانش رو خفه میکنه بدون اینکه سر صدایی بلند میشه. این سازمان حرکت میکنه ولی انگار ترمز دستیش بالاست. مطالعه‌ای که توی MIT تو سال 2023 انجام شد نشون میده که مدیری که نقش تصمیم ساز اصلی رو توی تیمش بازی میکنه عملکرد کل تیم و کل سازمانش رو به طرز وحشتناکی کند میکنه. اصطلاحاً مدیر خودش تبدیل به گلوگاه اصلی سازمانش میشه. پس رشد یه سازمان از لحظه‌ای شروع میشه که مدیر به این باور برسه مسئول اصلی کند بودن سازمان خودش بوده، نه کس دیگه ای. نه بازار، نه کارمند، نه بودجه نمیتونه جلوی رشد سازمان رو بگیره. مدیر اگه آماده نباشه هیچ چیز دیگه ای نمیتونه سازمان رو نجات بده.